داری برافشانی تو سلامنا و تیغی ابروی سبزی تو جولانی تو سلامنا با چشمی مست که مهر از دل زفت دانی تو سلامنا تو سلامنا سلامنا یاری آرام جانم سر بی روانم تو سلامنا سلامنا یاری آرام جانم سر بی روانم غزل خانی تو سلامنا سلامنا یاری آرام جانم سر بی روانم تو اسفر تو شادی غزل خانی تو سلامنا. درود دوستانی مهربان، بازم ما هستیم در برای شما قرار داریم با یک برنامه تازه و بازم امروز یک صحیفه دیگر باز کردیم، یک صحیفه دیگر از خاطره ها و قرار است از همین صحیفه موسیقی های اصیل را یاد بیاوریم، از گذشتگانمان یاد بکنیم، آفریده های آنها را بازخوانی کنیم با نسل نو، با نسل امروزه و به همین واسطه میخواهیم یک فضای خیلی زیبا را در خاندان شما فراهم بیاریم و همین فضا را میخواهیم با دوستانی همیشگی برنامه‌مون، با نفرانی که همیشه با ما هستند پیوسته ترانه‌های زیبای شش مقام را بازخوانی میکنن ایجاد بکنیم و دوستانی ما هستند از انسامبل شش مقامی فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف. خوش آمدید به همین فضایی که برای شما الکی بگونه نیست.
تشکر، سلامت باشید. در حقیقت یک مکان است، یک جای است، استودیوی تلویزیون سفینه برای ما یک جای خودی شده است که ما هر روز همه روزه با ثبت آینده با برنامه آینده تیاری میبینیم و کوشش میکنیم که این برنامه‌مون از برنامه گذشته قبلی بازم جالبتر باشد و زیباتر باشد و اون آهنگ و سرودهایی که ما پیشکشی مخلصان میگردانیم باز هم همون خاطره های نیکی که اونا در اون قلب خیش یا که در خاطره های خیش دارن بیدار سازیم و کمی باشد هم طبع آنها رو بالیده گردانیم. خود را راحت احساس میکنید در همین جا؟ بله. چند روزه که اگر برنامه ما اگر با تاخیر گذاشته شد ما خود را برعکس ناراحت حس میکنیم. زیرا که یک مسئولیت جدی است، یک مسئولیت خاصه است که بر دوش ما است. بازخوانی کردنی ترانه های شلاگر بود در زمان خود. البته یک مسئولیت خاصه است که ما امروز بر دوش داریم. بله. و از طرف دیگر بازم ترانه های هستند که اوقات در سطح کسبی اجرا شدن و نشان دادن همین ترانه ها واقعا هم یک مسئولیت بزرگ است و باید بگویم که در ابتدای برنامه یک نفر از دانشجویان کنسرواتوریای ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستارов برای ما ترانه اجرا کردن، ماهینه محمودова و باید بگویم که ماهینه شهروند جمهوری ازبکستان است، از کشور همسایه دوستی ما و در تاجیکستان تحصیل میکند و نوبسته با آنه که با زبان تاجیکی خیلی کم سخن میگوید، روان سخن نمیگوید، ولی ترانه های تاجیکی رو خیلی خوب اجرا میکند. بیاید در اطراف ترانه‌ای که اجرا کردن، در اطراف همون ترانه سرودی که پیشکش مخلصان گشت سلامنا نام دارد، به عنوان سلامنا است. سلامنا یعنی که خوش آمدید گفتن، یعنی که سلام دادن. خوب رسمی تاجیکان است، رسمی کلی مردمی شرق است. هر مهمانی که به خانه دانمون یا که خود امروز ها چنان که میبینید در کشوری محبوبی ما مهمان ها زیاد هستند. خوب رسمی ما است که ما خوش آمدید میگوییم. نام این سرود به معنای همین است. شعرش از شاعری شناخته، شاعری بسیار بزرگ محیدین فرحت است. آهنگش آهنگی خلقی میگویند، اما در ما در تاجیکستان استاد زنده یاد ما استاد بزرگ شاهنظر صاحبوف کار کرده هستند این سرود را و من در تاریخ فرهنگی ما همچون کار کردی استاد شاهنظر صاحبوف ثبت گردیده است. آهنگ بسیار زیبا است. اصلا من میدونم که این آهنگ است، موسیقی است که فقط تنها با ساز موسیقی نواخته می شود، سرود نیست. نبود از اول، از آغاز. بعد استاد شاهنظر صاحبوف شعری زیبایی پیدا کردن و گویم از جهت سرود هم یک سرودی مکمل کار کردن و بسیار سرودی معروف است. یک سرودی است که در مرکه ها، در چرابینی ها بیشتر میخواهی که همراهی عموم شنوی. بله، چون سرودی خیلی که گفتم برای پذیرایی است، یعنی که خوش آمدید میگوید و در آغاز مرکه ها خوب استفاده میشد و دلچسب هم هست. ضربش هم یا ضربه رقصی هست، گویم که یک ضربه شوق‌آور است که حتما به وجد میآید شنونده و عموما یکی از سرودهای مرکب هم هست. اگر از جهت ترکیبیش گیرید سرودی مرکب است، چون در پرده های شش مقام ایجاد شده است. البته همه قانونیت های شش مقام در داخل این سرود موجود است و همون اوج و فراوردها و خصوصا یکی از اوج های زیبای شش مقام، ما دو اوج داریم در شش مقام، اوج زیباپری و اوج سما. در این سرود باشد اوج زیباپری استفاده شده است. یعنی این اوج بلندی کدامش بلندتر است؟ هر دوشم بسیار آواز قوی بلند طلب میکند، هر دوی اوجها. هنگامی که شش مقام به نوت در آورده شد و اوجهای موسیقی نیست، ببینید صرف نامهای تاجیکی دارند. بله. چرا که در دنیا یک استاندارد است، مثلا از همه آواز بلند رو میگویند سپرانو، اما از آنی که مثلا موسیقی تاجیکی است شش مقام است و خیلی خوب است که اوجهایش نوتها نام تاجیکی دارند. بله، تمامی نامگوهای موسیقی شش مقام همش تاجیکی است. در کدام زبانی که ترجمه نشده باشد، خواه در زبان ازبکی، خواه در زبان روسی، خواه در دیگر زبان ها، تاجیکی نام گرفته می شود. شش مقام مالی ملتی تاجیک است. بله. خب از خودی نامگوه، از خودی
نامش برمیآید 6 مقام است، یعنی که در همه زبان ها میگویند 6 مقام. برای همین البته افتخاری ما است. البته من همچون نماینده این موسیقی سنتی ملتی تاجیک من افتخار از آن میکنم که من پیروی استادان خویش هستم و میراثبر هستم و امروز امکان به دستم آمده است که من میتوانم موسیقی کلاسیکی ملت خودم را معرفی کرده باشم و شاگردان بیاموزم و کمی باشد هم در رشد این صنعت حصه خویش را گذاشته باشم. عمر همین موسیقی چقدر است، همین ترانه؟ تقریبا همچون موسیقی تقریبا 100 سال است. همچون موسیقی، برای آنکه از جایی که من میدونم در آخر عصر 19 ایجاد شده است. اما یعنی همچون زمانی که همین موسیقی به نوت ندر آورده شده بود، یعنی شفاهی بود. بله، شفاهی بود. اما همچون سرود تقریبا 60-70 سال عمر دارد، همچون ترانه معروف. و فکر میکنم که در یادی بسیاری از شنوندگان عزیزی ما هست این سرود. بله. و امروز خاطره های نیکی با طریق همین سرود بیدار شدند، به خاطرشون آمد و کمی باشد هم فکر میکنم که طبیعاً بالیده گشت. و از طرف دیگر ببینید که همین ترانه ها بازم انعنه ها رو از یک نسل به نسل دیگر میورد. بله. مثلا همین ترانه در معرکه ها شنیده میشد در ابتدای هر یک معرکه و ببینید که همین انعنه ها تا کنون هم هست. یک بخشی مخصوص است که مثلا در اکثر مثلا محفل ها عروسان با همین ترانه سلامگویان به نزد مردم میبرند. بله. و بیاید در ادامه برنامه ترانه دیگر بشنویم. مرحمت، یک ترانه ما امروز آماده کردیم چون برنامه امروزه ما در عرفه جشن بزرگی روز 6 مقام بله. که همه ساله 12 می جشن گرفته می شود. این خوشبختی ما است. این بله. خوشبختی ما هنرمندان همین موسیقی است که موسیقی ما روز دارد. بله. یعنی که همه ساله بعد از فرمان تاریخی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان از 12 می سال 2000 درباره رشد منبعده 6 مقام به تصویب رسید. بهترین تحفه بود برای ما هنرمندان. بله. و چون که گفتم چون برنامه ما در عرفه این جشن ثبت شده ایستاده است، ما خواستیم که زمانی پیش و زمانی امروزه رو باز هم علاقمندیش رو زیادتر کنیم. یعنی که 6 مقام عموما موسیقی کلاسیکی ما از طرف استادان در اساس پرده حتما علم در اساس علم عروض و موسیقی در اساس علم 6 مقام ایجاد شده است. و امروز چون که من در برنامه پیش گفته بودم مرحله رسیده است که ما باید ایجاد کنیم. مرحله رسیده است که ما به درد زمان امروز بخوریم و سلسله های نوی مقامی که برای امروز رست می آید جای تغییرات وارد کنیم. بله. امروز یکی از دوستانی ما، یکی از هنرمندان انسامبل 6 مقامی فیلارمونی دولتی تاجیکستان، ظاهرشاه حیدرов یک سرود کارکار کردن که در پرده مقام نوا است، اما ضربش از ضرب‌های 6 مقام نیست. ضربش از ضرب‌های معمولی امروزه، یعنی که در مردم ضرب فلکی میگویند، ضرب فلک یا خب در با زبان متخصصان 581 است، استفاده شده است، ایجاد شده است. اونجا کمی آهنگ ها از استاد اکا شریف هم هست، استاد آدین هاشم هم هست، یعنی که آمیخته شده است. یعنی که همون مرحله که گفتم امروز آغاز شد، یعنی که باید از چیزی آغاز باید کرد، همه چیزی نو. خوشحال شدیم و میخواهیم پیشکش مخلصان گردانیم. خب قضاوت از شماست، بهادهی از شماست. اگر مقبول شما شود ما بسیار خوشحال میگردیم و کارمون رو در همین راه با همین منوال ادامه خواهیم داد. مرحمت. دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوستر از جان و صد درد و بلای دوست را.
دوستر از جان و صد درد و بلای دوست را. زحمتی خود با طبیبی مدعی خواهم نمود، زحمتی خود با طبیبی مدعی خواهم نمود، تا بسازد چاره دردی بی دوای دوست را. تا بسازد چاره دردی بی دوای دوست را. چون مرادی دوست جان افشاندن است از دوستان، زودتر دریاب جانی من رضای دوست را. گر بدل کردی بسد فردوس گردی کوی دوست، رایگان از دست دادی خاکی پای دوست را. رایگان از دست دادی خاکی پای دوست را. دست بوسی دوست میخواهی بشود از او قهر، دست آلوده نشاید مرحبای دوست را. دوستی های همه عالم بیرود از دل کمال، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را. دوستی های همه عالم بیرود از دل کمال، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را. پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را. دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را. دوستر از جان و صد درد و بلای دوست را. دوستر از جان و صد درد و بلای دوست را. دوستان عزتمند، ظاهرشاه حیدرов برای ما ترانه اجرا کردن آوازخوانی انسامبل ششمقامی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان. بیاید در مورد همین ترانه حرف بزنیم، چرا که از بعضی لحظه های خیلی کوتاه همین ترانه احساس می شود که ترانه نسلی نو است، ترانه جدید است، ترانه هست که نو ایجاد شده است. راهبر انسامبل جمشید ارگاشف از ما خواهش کردند که باید ما در فیلارمونی 700 سالگی کمال خوجندی رو باید جشن گیریم. خواهش کردند که حتما باید از اشعار این شاعر سرود آماده نموده باشیم و من خواستم که یک سرودی نو آماده نمایم و کوشش کردم که اون استادانی که امروز ایجاد کردن یعنی در همین ضرب های شش مقام ایجاد کرده بودن و من خواستم که کمی شاید ضرب یا که آهنگ کمی مانندی نداشته باشد و این چیز برای من میسر شد که من این سرود رو ایجاد نمودم و همراه جمشید ارگاشف و مطربانی که امروز در انسامبل فعالیت میکنند امروز علاقه این سرود کمی باشد هم برای خودم و برای چند انسانهایی که گوش کردند برایشون پسند آمد. من گمان میکنم که یک اقدام خیلی خوب و یک رویه خیلی زیبا وقتی که دو ژانر رو با هم توأم میکنی یک چیزی زیبا میبره، یک چیزی خیلی خوب. در عرفه یک روز دیگر شش مقام قرار داریم، یک روزی که مخصوص یک روز تقویم بخشیده شده است به شش مقام. گمان میکنم خیلی سرکور است. بله، اما میدونید یک کاری است که به دلی ما است و هر چقدر که بسیار نباشد میخواهیم که کار کنیم، میخواهیم که فعالیت ما همه وقت همین خیلی چنین در جوش و خروش باشد. راستی انسامبل
شش مقام ما امروز یک اقدامی گرفته است، اقدام خوبی گرفته است که بخشیده به تجلیل روزی شش مقام یک تا و 2 تا برنامه کنسرتی آماده کردیم و به کدام خاطر؟ به خاطری که باز هم به خاطره ها یک برنامه ما برای بیدار کردن خاطره ها گویم به فکرم درست می آید در شکل اصیلی شش مقام، یعنی که ادامه دادن عنعنه‌های اصیل شش مقام سرایی، مقام نوا پر را در شکل سلسله پیشنهاد می‌گردد. روز دوم، روز 12 هر یک هنرمندان ما، چون هر یک برنامه کنسرتی برای ما امتحان است و هر یک هنرمندان ما در نزد مخلصان، در نزد شنوندگان، در نزد دوستداران این موسیقی ناب امتحان می‌سپارند و هر یکی در علاوه‌دگی گویم که حسابات خویش را می‌سپارند. یک گمان میکنم امتحانی است که کیفیت دارد. بله، چون که گفتم این بدیلی ما است، یعنی که دشواری‌های هست، مشکلی‌های هست که لذت میبریم. یعنی که در حقیقت شیرین است، در حقیقت گویم که یک از آن ما است. ما میخواهیم که چون کسبی ما است، چون ما دوستداری کسبی خویش هستیم و بسیار یک دشواری‌ها، یک مشکلی‌های هست که میخواهیم که تمام نشود، میخواهیم که خاتمه نیابد و میخواستم درباره سرودی دوست که ظاهرشاه جان اجرا کردن، مقصدی در این برنامه سراییدن این سرود رو میخواستم به شنوندگان برسونم، زیرا که فکر میکنم که در ذهن آنها سوال پیدا شده است که چرا این سرود نو رو در این برنامه اجرا کردن. میخواهم بگویم که این سرود چون که گفتیم در حاشیه سرود و آهنگ‌های استادان اکاشریف جورایف، استاد آدینه هاشم، پرده های شش مقام، اصول فلک آمیخته شده است و هنگامی اگر با دقت به این سرود گوش دهید، صدای آدینه هاشم است، صدای اکاشریف جورایف است، صدای شش مقام است، ضربی فلک است. همون سبک دیده میشه. بله، عموما گویم که سبک های هم شمال و هم غرب، هم جنوب، عموما سبک های کشور در بر گرفته شده است، یعنی که همه در یک جا جمع آورده شده است. کدام از کدام منطقه کشور نباشد، یعنی که موسیقی خویش را میتواند پیدا کند، یعنی که خاطره های نیکی خود را از این سرود میتواند پیدا کند. همین مقصدی ما بود که این سرود را ما امروز در این برنامه جای دادیم، هرچند سرودی جدید است، سرودی نو است. بعدا دویمش این است که میخواستیم اون سمتی که ما پیش گرفتیم در راهی رشد موسیقی کلاسیکی ما، در راه ایجاد، در راه نو، میخواستیم بهاگذاری مخلصان خویش را بینیم که استادان رو، چون این برنامه رو نه فقط مخلصان موسیقی کلاسیکی تاجیک بلکه استادان و دانشمندان و شاعران و آهنگسازان نیز تماشا میکنند. خوب من باوری دارم تحلیل میکنند حتما. فکری آنها بسیار به ما ضرور است که ما در همین سمت کاری خود را ادامه دهیم یا نه. بعدا چون که گفتند کمال یک شاعری است که شاعری در حقیقت شاعری دل هاست، شاعری قلب هاست. ببینید که در ژانر شش مقام خیلی زیاد از آفریده های او گرفتن. بله. در نوبت خود استادان ما، استاد بای محمد نیازف، استاد جورابک نبیف، مخصوصا از اشعار کمال خیلی زیاد آفریدند، خیلی زیاد. اگر در کلباری همه هنرمندان ما اگر از کمال 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا باشد، از در کلباری این دو استادان بزرگی ما تقریبا 60-70 تگی شعرهای غزلهای کمال استفاده شده است. در حقیقت بینید چی میگوید، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را، یعنی که هر یک کس میتواند به چینی دلی خود بفهمد این را. یعنی که امروز ما باید خاطره های دوستان خویش را، خاطره های شنوندگان مخلصان خویش را باید پاک نگاه داریم و اون موسیقی که امروز ما میروز بر هستیم پاک و بی‌آلایش به نسل آینده باید برسونیم که فردا اونها نیز ما را یاد کنند. تشکر زیاد و میخواهم برنامه را با ترانه دیگر ادامه دهیم. یک ترانه معروفترین، زیباترین، بازم سراینده‌اش از این ترانه زیباتر است. هرچند هنرمندی ارکستر استرادی گلشن است، هرچند رویه‌ای که او کار و فعالیت میکند دیگر است، ما پیشکش شمایان میگردانیم
و شاه صنم بانو با سرودی زیبای تناور. مرحمت.
تشکر شاهزنم، خیلی زیبا بود. آفرین. خیلی باور کنید راحت کردیم. یک ترانه هست که معروف است، خیلی زیاد سرایده شده است. یک ترانه هست که نوبسته‌بانی که اوج صدا دیده می شود در همین ترانه، ولی یک ترانه خیلی آرام است. بله. گویا که عصب‌ها رو نوازش میکند. میدونید یک ترانه است که الکی در قلب های مردم جا گرفته است، یکی از دوست داشته ترین ترانه های مردمی ما است و این هم بیهوده نبود که امروز در برنامه جای گرفت با دو سبب. با سبب آنه که هم راست میآید به خاطره های نیک مردمی ما همین ترانه و همین آهنگ، هم امروز سرتاسر کشور 110 سالگی شاعری بزرگ ملتی ما، قهرمان ملتی ما استاد میرزا ترسونزاده جشن گرفته شده ایستاده است و چون متن این سرود تعلق به استاد دارد، از قلم استاد است و ما تصمیم گرفتیم که همین سرود حتما باید جای گیرد، هم در اینجا هم در برنامه جشنی که ما برای تجلیل روز 6 مقام آماده کرده ایستاده ایم. و در حقیقت ببینید که چگونه یادآوری است هم از موسیقی ما، هم از شاعران شیرین کلام ما و در حقیقت در وقتی آمیزش این دو، هم موسیقی و هم شعر، چگونه سرودهای ایجاد می شوند که در حقیقت تسکین دلها است. بله. در حقیقت یک ملهمی است به دردها و خاطره هایی که با این سرود پیوسته دارند. فکر میکنم همه مردم ما دارند با این سرود، زیرا که هم در همه خانه ها، هم در توی و معرکه ها، هم در جشن ها این سرود بسیار وسیع استفاده می شود. شاهزنم امروز با یک طرز نو، با یک روش نو، با سبکی به خودش خاص این سرود امروز سرایید و فکر میکنم که بسیار با آواز و مهین دلچسب شاهزنم بانو خیلی خوب شیشته است این سرود، شینم است و فکر میکنم که اگر این سرود را پیوسته سراییدن گیرد باز هم این سرود وقتی که بدیل خودی شاهزنم می نشیند و جای می گیرد باز هم زیباتر و زیباتر می شود. من همین گونه احساس میکنم که با واسطه همین ترانه یک لحظه هر نفری که گوش کند همین ترانه رو میخواهد یک لحظه سکوت کند و شما احساس میکنید که حتی در برنامه‌های کلون کنسرتی، حتی روزهای جشن مثلا ترانه های تنتنوی سراییده میشوند و حتما که همین ترانه جای دارد و با واسطه همین ترانه مردم اهل تالار یک لحظه سکوت میکنند، یک لحظه آرام میشوند و بازم جشن ادامه می‌یابد. بله، برای آن که میگویم که این ترانه است که همه مردم خاطره دارند و همون سکوت، همون لحظه سکوت فکر میکنم که همه خاطره هاشون را به یاد میآورند، زندگیشون را برگردان میکنند. با یک جهت خوبی این ترانه هست که این پیوندگری ملت هاست. در عین زمان دو جمهوری برادری تاجیکستان و ازبکستان است. یعنی که این سرود را هم در تاجیکستان بسیار وسیع استفاده میبرند، هم در ازبکستان خوب میسرایند، خوب میدانند، همه خلق این دو کشور ازیاد هم میدانند و گویم زمزمه هم میکنند. ناگفته نماند که ترانه ایجاد شده است از طرف سراینده ملت تاجیک از شهر کانی بادام، عدالت خان ایجاد شده است و تناور از تاریخ که من میدونم استاد عدالت بانو 12 دانه تناور ایجاد کرده هستند و یکی از تناورها به نام خود نیز گذاشتند، هست عدالت تناور هست، بسیار آهنگ زیباست و این هم مالی ماست و ما وظیفه دار هستیم که بازخوانی کنیم، وظیفه دار هستیم که معرفی کنیم. بسیار خوب شد که زن ایجاد کرده است و امروز یکی از دختران زیبای انسمبل ما همین سرود را اجرا کردند. و ببینید که مال ما است، یک نفر از هنرمندان تاجیک سراییدن و همین ترانه رو خیلی زیاد
تا کنون بازخوانی میکنن در کشور همسایه‌مان در ازبکستان. برای آن که به مردم نزدیکتر شود هم به زبان تاجیکی هم به زبان ازبکی میسراییدند. برای همین این سرود به هر دو ملت بسیار نزدیک است و بسیار دوستش هم می‌دارند، پسندشان است و در همه جا اجرا میکنند. با شنیدن همین گونه ترانه‌ها اندیشه میکنی بازم از قدرت موسیقی ببینید که با هم گویا لحظه های زندگی انسانیت با هم خیلی علاقمند است. مثلا ببینید که مثلا شادی رو به موسیقی تصور کرده نمی شود و یا حالت هایی که مثلا انسان میخواهد در تنهایی باشد و یا حالت هایی که مخصوص شامگاهی ترانه های هست میخواهد گوش بکند و یا در نوای یک ترانه ها میخواهد یک نفر از خواب بیناس برخیزد و یا ببینید که در مثلا در هوای یک ترانه میخواهد که انسان یک لحظه خاموش ماند. طبیعی است که هر یک ترانه سرویده می شود در علاهیدگی و در گروهی. تجربه های حیات، تجربه های کسبی نیز نشان می دهند که ترانه های گروهی نیز خیلی خوب پذیرایی می شوند. هواداران خیلی زیاد داشتن و تا کنون هم دارند. شاید از همون سبب است که زحمت در کار گروهی بیشتر دیده می شود. بله، خب زحمت هم بعد محصول کارم در کار گروهی خوبتر میبراید، یعنی که ثمره‌اش نیز و حاصلناکی‌اش نیز زیاد میشه. همین 6 مقام رو خیلی گروهی کلانی استادان ایجاد کردگی هستند. این کاری یک نفر و دو نفر و 10 نفر نیست. این محصول کاری خیلی استادانی هم بزرگ هم صفشون نیز زیاد بود که ایجاد کردن و امروز ما افتخار از آن میکنیم. و همین 6 مقام هم در علایدگی سراییدن دیگر خیلی به کس تاثیر میرسوند. هنگام گروهی با گروهی آواز خوانان سراییدن تماما دیگر خیلی تاثیر میبخشد و شنونده نیست چنین است میگوید که اگر همین سرود رو مثلا این یا اون ترانه رو اگر 10 نفر یا 8 نفر گروهی آواز خوانان سراییده باشه میگه همون رو سراییده بود و من بسیار مقبول بود. یعنی که شنونده نیست، قبولش هر گونه است، یخیله نیست. میخواستم درباره بزرگی موسیقی بگویم که در حقیقت میگویند که موسیقی سرحد ندارد. یکی از دلیلی ثابت کردن همین سخن‌ها در آن است که به نزدیکی از جمهوری ازبکستان هنرمندانی یک گروه هنرمندان تشریف آوردن، هنرمندان مردمی جمهوری ازبکستان، استادان سنت هستند و یک برنامه کنسرتی در فیلارمونی دولتی تاجیکستان برگزار کردند. بله، ما آگاهی داریم. هنرمندی مردمی هم تاجیکستان و هم ازبکستان، مطلوب دادابایو که در حاشیه برنامه بزرگ شام دوستی که ما داشتیم پیشوای معظم ملت بلندترین عنوان هنرمندان رو به اون کس هدیه کردن، گوییم که تقدیم کردن و گپ سر اون است که همگی 2 روز ما امکانیت داشتیم که با آنها مشق کنیم، تمرین کنیم. بیهوده نمیگویند که موسیقی زبان ندارد. هرچند چند ترانه‌های با زبان تاجیکی نیز سراییدند استاد، اما اکثریت بیشتری سرودهایشون با زبان ازبکی بود. یعنی که همون لحن، یعنی که همون ضرب ها، همون سبک ما قریب که یک خیل است و اگر اهمیت کسی داده باشد با آنها همه نوازندگان مطربان انسمبل ما یاری رسانیدند و یک برنامه کنسرتی با شوکه هم شد. گفتنی هستم که یعنی که موسیقی سرحد ندارد، موسیقی زبان ندارد، فقط باید دوست داشت موسیقی را و همین دوستداری، همین مهر، همین محبت میتواند پیوندگری نوابسته از ملت و دولت و چیزی که نباشد پیوندگر باشد. یعنی که یک پولی هست که همه ملت ها رو با هم میپیوندد. بله. و من ترانه های گروهی رو بیهوده به خاطر نآوردم. بخواستم که قبل از انتهای برنامه یک ترانه گروهی بسرایید، اما از آنی که پیوسته همراه با ما هستید، از آنی که پیوسته تماشابینان شما رو در همین جا میبینن و هر برنامه‌ای که ما از 6 مقام میگوییم الکی مردم احساس میکنن که انسمبل 6 مقامی فیلارمونی دولتی است. بیاید سرول بگوییم که در برنامه‌های بعدی برای تماشابینان چه پیشنهاد میکنید، بعد یک ترانه گروهی شما رو بشنویم. خب امروز که برنامه ما خیلی که گفتیم در عرفه جشن بزرگ 6 مقام است، ما کوشش کردیم بیشتر از یک ترانه گروهی از خودی 6 مقام آماده کردیم، پیشکش مخلصان میگردانیم. در برنامه آینده میخوام که این تحفه شود، از اول نمیخوام آشکار کنم، اما سرود و آهنگ های
композиторони бузурги мо ки дар рушди санъати мо хеле саҳми бузург доранд, хеле хизмат кардаастанд, омода кардем якчанд суруду таронаҳо аз композиторон. маҳсули кори композиторони бузурги мо аст ва сурудҳои маъруфи даврони солҳои 60-у 70-ум аст. хеле хуб. ва мегзор сире бошад ба то ин ки тамошобинони мо бо як ваҷд, бо як эҳсосоти хоса интизори барномаи мо шавад. бовар дорам ки барнома хуб мешавад. марҳамат, таронаи гурӯҳиро мешнавем. марҳамат, таронаи зебои шашмақом аз мақоми наво, таронаҳои насри баёд. марҳамат. дӯстони иззат, ман қабл аз пешниҳоди ҳамин тарона мехоҳем бо шумо хайру хуш бикунем. ин барномаи хотираҳо буд. бигзор ки таронаҳои асил, таронаҳои суннатӣ, таронаҳои сирф тоҷикӣ ҳамеша дар хонадони шумо садо бидиҳад ва як зиндагии ором, осуда ва як зиндагии саршор аз муҳаббат, самимият ва дӯстдориро бароятон таманно дорем. ва таронаро мешнавем.
ششکی